کمک میلیونی آریانا سعید برای مردم افغانستان، بالخصوص حادثه آخر سیلاب ها. آریانا سعید همیشه کمک‌هایش را برای مردم افغانستان انجام داده است، ولی این بار چی مقدار پول برای این مردم کمک کرده است؟ آریانا سعید در کدام کشور زندگی می کند و مصروف چی کار باری بوده است؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی ایام به کامتان باد. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار بدید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. سیلاب‌های اخیر در ولایات بغلان، غور، تخار و بدخشان تلفات جانی و مالی انگفته را برای این مردم از افغانستان گذاشته است. برای تمام هموطنان عزیزی که به اثر سرازیر شدن سیلاب‌های آسیب جانی و مالی دیدن تسلیت عرض می‌دارم. برای رفتگان بهشت برین و برای بازماندگانشان صبر جمیل خواهانیم. آریانا سعید هنرمند همیشه محبوب، مشهور و مردمی افغانستان بار دیگر خواسته در کنار این مردم افغانستان باشد و کمک‌هایش را از طریق بنیادهای خیریه برای زلزله زدگان در افغانستان ارسال کند. آریانا سعید قرار است 2 میلیون افغانی را برای این مردم هدیه بدهد. آریانا همیشه آهنگهایش مورد حمایت و تشویق قرار گرفته است. وی درآمد خوبی از کنسرت‌هایش داشته است. آریانا سعید تاکنون همیشه خواسته برای دفاع از حقوق زنان افغانستان بجنگد و کنسرت‌هایش همیشه برای دفاع از حقوق زنان بوده است. ما هم آرزوی موفقیت، سعادت و خوشبختی برای این بانوی هنرمند از بارگاه عزت العزال تمنا داریم و آرزو داریم تمامی چهره‌های مشهور و سلبریتی افغان در این حادثه المناک دست هموطنانش را بگیرند. عزیزان و خوبانم، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و طرفداران آریانا سعید به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز عضو کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای عضویت با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. سلامتی برای شما نازنینان تمنا دارم. تا درودی دیگر، بدرود.